بلال تیوی تیمارباز دیگری که طولی چند وقت است به فریب مردم سادلرخ تاجیک مشغول است. یعنی به گفت خود کنکورس تشکیل می کند ولی جوانان را به کار حرام جلب می کند. خطابم به این قمارباز نامحترم این است که خداوند متعال قمار را در آیه 90 سوره مائده پلید و عمل شیطان گفته است و گناه قمار برابر با گناه بت پرستی و شراب نوشی می باشد. پس خداوند ما و شما را امر کرده است تا از این حرام کرده الله پرهیز و دوری جوییم. اما تو باشی شب و روز در شبکه‌های اجتماعی به فریب کردن جوانان ناآگاه تاجیک مشغول هستی. از الله بترس، روزی می شود در نزد خدا جواب خواهی داد. خطابم به مردمی که بلیت قمار می خرند. شما فکر نکنید که بیگناه هستید. شما هم قمارباز هستید و در گناه با این قمارباز حرامخور شریک هستید. بسیاری شما در این دنیا از جانب قماربازان فند و فریب می خورید. باز در قیامت نزد الله جواب خواهید داد. از الله بترسید و از کار حرام دوری جویید.